امروز در پایتخت مملکت اجلاسی دوم مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت هفتم با راهبری رئیس مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی دایر گردید. در کار اجلاسی معاونان، راهبر دستگاه رئیس شهر، راهبران واحدهای ساختاری دستگاه، کارخانه و مؤسسه‌های شهری، رئیسان ناحیه‌های شهر، سرداران مقامات حفظی حقوق، ساختارهای محلی مقامات مرکزی یا حکومت اجراییه و نمایندگان وسایط اخبار عامه اشتراک نمودند. در آغاز وکیلان کاتبات اجلاسی را انتخاب نموده مسئله‌های روزنامه و ترتیب کار آن را تصدیق نمودند. سپس رفت اجرای برنامه رشد اجتماعی و اقتصادی شهر دوشنبه برای دوره تا سال 2025 و نقشه چهاربینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در این ساحه مورد بررسی قرار داده شده. وابسته به آن معاون رئیس شهر دوشنبه گزارش داد. محترم رستم امامعلی با معاون یکم و معاونان رئیس شهر دوشنبه، رئیسان ناحیه‌های شهر، راهبران واحدهای ساختاری دستگاه رئیس شهر بهره رشد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی، بنیاد کارخانه‌های نو صنعتی، ساختمان انشاءات و انفراستراکچور ضروری و اجرا کردن چهاربینی‌های باقی مانده دستور و سفارش‌های مشخص دادند. وکیلان در ادامه جریان عملی شوی برنامه دولتی دریافت و رشد استعدادها در شهر دوشنبه برای سالهای 2021-2025 را محاکمه نموده. وابسته به این مسئله حسابات معاون رئیس شهر دوشنبه شنیده شد. محترم رستم امامعلی در این رابطه به مسئولین دستور دادند که جهت دریافت خوانندگان لیاقتمند و جلب آنها به مؤسسه‌های مخصوص گردانیده شده کاربری نموده برای به بازآموزی فرا گرفتن آموزگاران و استفاده تجربه دولت‌های پیشرفته تمام چاره‌های دخلدار را راه‌اندازی نمایند. در ادامه وکیلان جنبست نتیجه‌های رشد اقتصادی و اجتماعی شهر دوشنبه در نیم ساله اول سال 2025 و وظیفه‌ها برای نیم ساله دوم را محاکمه نموده در این باره گزارش معاون یکم رئیس شهر دوشنبه شنیده شد. وابسته به مسئله مذکور رئیس مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با معاون یکم و معاونان رئیس شهر دوشنبه، رئیسان ناحیه‌های شهر، راهبران واحدهای ساختاری دستگاه رئیس شهر سفارش دادند که همیشه بهره تامین رشد اجتماعی و اقتصادی شهر و برای به دستاوردهای خوب نائل گردیدن تمام امکانیت‌های موجوده را سفربر نمایند. اینچنین بهره اجرایش با صفت و سری وقتی نقشه چهاربینی‌های تجلیل 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و نقشه چهاربینی‌های سالهای رشد صنعت تمام امکانیت‌های موجوده را سفربر نمایند. همچنین دستور داده شد که برای رشد ساحه‌های مختلف اقتصادی پایتخت استفاده ثمرناک و مقصدناک مبلغ‌های بودجتی، دریافت سرچشمه‌های نوی درآمد به بودجت، کم نمودن بقیه پولی‌های اندازی، اجرایش نقشه اندازها و تامین شفافیت خراجات آن تمام چاره‌های ضروری اندیشیده شود. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با مسئولین سمت صنعت و انرژتیکا جهت زیاد نمودن استحصال مال‌های رقابت‌پذیر، سری وقت جمع‌آوری نمودن مبلغ‌های پولی استفاده برق و گرمی، تعمیر و تجدید نمودن قبرهای آب گرم و آماده نمودن سیستم انرژتیکی پایتخت با موسم زمستان سال‌های 2025-2026 دستورهای سودمند دادند. همچنین تاکید گردید که با مقصد ثمرناک استفاده نمودن زمین‌های کشاورزی حدود شهر دوشنبه و از یک زمین گرفتن زیاده از 2 حاصل و استفاده تخمی‌های اعلی صفت با رعایت قاعده‌های آگروتکنیکی تدبیراندیشی نمایند. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با راهبران مقامات حفظی حقوق پایتخت و ساختارهای دخلدار جهت پیشگیری از صادر نمودن جنایتکاری در بین نابالغان، پیشگیری غصب زمین و ساختمان خودسرانه، پیشگیری حادثه‌های سوختار و تامین بی‌خطری و ترتیبات جمعیتی دستور و سفارش‌های مشخص دادند. وکیلان همچنین یک قطار قرارهای قبول نموده رئیس شهر دوشنبه را در مسئله کادری و دیگر ساحه‌های مهم شهرداری بررسی و تصدیق نمودند. در جنبست کار اجلاسیه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی وکیلان و کل حاضرین را به خدمت صادقانه بهره رشد و نموی پایتخت کشور شهر دوشنبه دعوت نموده با آنها سربلندی، خانه آبادی، سعادتمندی، بردباری و به تاجیکستان عزیز پیشروی و شکوفایی را تمنا نمودند. با همین اجلاسی دوم مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت هفتم کار خود را انجام داد.